به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر آخران پیام رسان الهی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و اصحاب و خاندان پاکشان. با عرض سلام و درود و خسته نباشی خدمت هموطنان گرامی، برادران، خواهران، پدران، مادران ارجمند. در این چند دقیقه که در خدمت شما عزیزان حضور داریم، خب تلاش میکنیم در رابطه با امید به آینده نیک در زندگی صحبتی داشته باشیم. پیش از آن که وارد این بحث شویم، لازم دارم از واقعیت حالی امروزه مردم تاجیک چند نمونه برای روشن شدن موضوع خدمت عزیزان عرضه نمایم. از آنچه که امروز در کشور میگذرد و مردم تاجیک گرفتاری آن هستند و رنج میکشند و هر روزه این مشکلات افزوده می شود، زیاد می شود. این مشکلات و این سختی ها و این رنج و مصیبت ها سبب شده است که اکثر مردم مسلمان یک حالت ناامیدی، دلسردی از زندگی و به قول خود تاجیکای ما سیر شدند از زندگی. این مردم گرفتار این حالت هستند، یک حالت ناامیدی، دلسردی از زندگی. خب اکثر مردم تاجیکستان رو فرا گرفته است و هر روز نشانه های این ناامیدی و دلسردی رو از زندگی میبینیم، مشاهده میکنیم که با شکل های گوناگون ظهور میکند. این چیز یکی خود را میکشد، دیگر خود را به دریا میفکند، نفر سیرکا مینوشد، قسم خود را به آتش میاندازد، بعضی دیگر دست به کشتار برادر و خواهر، همسر و حتی پدر و مادر میزند و قسمی دیگر خواسته و ناخواسته خانه و کاشانه خود را ترک میکنند و از وطن بیرون میشوند و به مهاجرت میپیوندند و یک قسم زیادی از شهروندان کشور ما سالهاست که در غریبی، خوار و زار، در حالت سختی در کشورهای بیگانه زیر تحقیر اون مردم خب کار و فعالیت میکنن به خاطر به دست آوردن یک لقمه نان برای خود و برای فرزندان و خانواده خود. این هم بیانگر آن است که امروز مردم تاجیکستان گرفتار یک حالت ناگواری هستند و به قول تاجیکای ما از زندگی که دارن سیر شدن. خب پس چرا؟ سوال اینجاست که مردم ما گرفتار این مصیبت و سختی ها شدن. سببگار این همه بدبختی، سببگار این همه مصیبت کی هست؟ چرا حکومت کشور و این همه مصیبت و مشکلاتی که بالای مردم آمده است بی توجهی میکند و این همه مشکلات بسندگی نمیکند بالای مردم و این همه سختی ها بالای مردم بسندگی نمیکند؟ بعد حکومت کشور خب دانسته و نادانسته تلاش میکند این شهروندان را، مردم تاجیک را گرفتار دیگر مصیبت هایی کند و اونها را برای جهانیان همچون اکستریمیست و تروریست هر روزه دارد در منبرهای جهانی معرفی میکند. خب عامل ها و سبب های این همه بدبختی که این روز ملت ما، مردم ما گرفتار شدن در چیست؟ از نگاه بنده این همه مصیبت و مشکلاتی که امروز مردم ما گرفتار هستند خب دو علت دارد. یکی علت اصلی و اساسی و عامل دیگر یا علت دیگر که کمک کننده این عامل اولین است می باشد. عامل اول و اصلی از نظر بنده این خود حکومت و این رژیم دیکتاتوری و خودکامه است که مردم را به این روز آورده رسانیده است. چون طبیعت
حکومت‌های دیکتاتوری همین است که به هر راه و وسیله می‌خواهند مردم را در یک حالت ترس و وحشت، در یک حالت نگرانی، در مشکلات نگاه بدارند تا اینکه مردم نتوانند از حقوق‌های خود صحبت کنند. اگر هم کسی جرأت پیدا کرد و از حقوق خود خب چیزی طلب کرد و در مقابل این ظلم و ستم ایستاد، حتما در مقابل اون این گونه رژیم ها خب می ایستند و اینها رو با هر راه و وسیله از بین می بردارند. و این نمود حکومت ها همیشه تلاش میکنند برای مردم و شهروندان خود یک دشمن خیالی بسازند، خواه از خارج و خواه از داخل، که اکثرا این کار را حکومت های خودکامه از داخل خود مردم میسازند تا اینکه هر وقت مردم بخواهند در مورد حقوق های خود صحبت کنند، حکومت در حال این دشمن خیالی را بر روخ آنها میکشد و میگوید اگر شما به این کارها دست بزنید و ما را مشغول خود کنید، این دشمن شما را هلاک میکند. و خب خلاصه همه وقت تلاش میکند یک دشمن خیالی را در مقابل این مردم بیچاره بسازد و هرگاه که مردم خواستن چیزی بگویند در مقابل این حکومت ها، حتما این دشمن خیالی را بر روخ آنها میکشد و آنها را از آن ترس میدهد. عامل دوم این خودی مردم هستند، خودی شهروندان هستند که با خاموشی و سکوت در مقابل چنین حکومت ها که از ابتدا تلاش نمیکنند در مقابل اینها بایستند، برای این گونه حکومت ها کمک میکنند و آنها جرأت پیدا میکنند که از ظلم و ستم خود را بالای مردم زیادتر کنند. باید گفته باشیم که چنین حکومت ها، چنین رژیم ها، مردم هرچی اگر در مقابل اینها تسلیم شوند و از خود ضعف و سستی نشان بدهند، این حکومت ها، این نوع رژیم ها بر ظلم و ستم خود می افزایند و ذره هم عقب نشینی نمی کنند. اینو باید هر یک شهروند و هر یک مردم مسلمان بداند. خب این بود عامل ها و سبب هایی که امروز مردم ما گرفتار این همه مشکلات و بدبختی ها شده هستند. خب از آنجا که اکثر مردم کشور ما مسلمان هستند و پیرو اسلام هستند، لازم دارم در اینجا حکم این ناامیدی و دلسردی از زندگی را و ناامید شدن از رحمت خداوند را خب از نگاه اسلام، از نگاه شریعت خدمت هموطنان گرامی عرض نمایم. اکثر دانشمندان اسلامی برای این نظرند که ناامیدی و دلسردی از زندگی، از رحمت خداوند، این از جمله گناهان کبیره به شمار می رود و احادیث زیادی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چیز را تأیید میکند. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنند که مرد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند که ای رسول خدا، گناهان کبیره کدام چیزها هستند؟ برای من در مورد آنها معلومات بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند یکم چیز گناه کبیره در درجه اول میستد این است که کسی مسلمان بنده مؤمن و خداوند چیزی را شریک قرار بدهد. و دوم چیزی که در این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ذکر میکنند، میفرمایند که یکی دیگر از گناهان کبیره این ناامیدی، خب دلسردی از زندگی و از رحمت خداوند امید شدن است. بنابراین بر انسان و بنده مسلمان واجب و لازم و ضرور است که در هیچ حالت ناامید از رحمت خداوند نباشد. ظلم اگرچه قوی است، اگرچه قدرت دارد، اگرچه نیرو دارد، اما نباید بنده مسلمان هیچگاه در خود ناامیدی راه بدهد. و خداوند هم در قرآن کریم در آیه های زیاد خب بندگانش را هم به صورت جمعی و هم به صورت انفرادی خب از ناامید شدن و از دل سر شدن از زندگی برحذر می دارد و برای اونها نشان می دهد که باید بنده مسلمان، باید انسان اگرچه هر قدر خب در تنگنا قرار بگیرد، از اون اشتباه و خطای زیاد هم سر بزند، نباید که از رحمت خدا ناامید شود. حتما رحمت خدا، نصرت خدا، کمک خدا به حال اون بالای اون می آید و اون را دستگیر می شود.
در جایی که خداوند به صورت انفرادی هر یک بنده مسلمان را خطاب میکند، هر یک مؤمن را خطاب میکند و با رسول خدا میگوید که ای پیامبر برای بندگانم بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ای پیامبر برای بندگان، برای پیروانت بگو که اون پیروانت که اشتباه کردن، در زندگی خطا کردن، خب گرفتار مشکلات شدن، به سبب این خطا و اشتباه خود گرفتار سختی ها و مشکلات شدن، هیچگاه از رحمت خدا ناامید نشوند، چون که خداوند تمام این کمبودی های بندگان را می‌آموزد. وقتی که انسان اشتباه خود را درک میکند، خطای خود را درک میکند و رو به خداوند میآورد، از خطا و اشتباه خود دست میکشد و برای زندگی بهتر و برای آینده خوب برنامه درستی در نظر میگیرد، حتما خداوند به سراغ آن میآید و دستگیر حال او میشود، چون که خداوند غفور و رحیم و مهربان است. هیچگاه بنده‌اش را که تلاش میکند و کوشش میکند، مبارزه میبرد برای اینکه زندگی بهتری داشته باشد، آینده خوبی داشته باشد، اون را هیچگاه و در هیچ صورت تنها نمیگذارد. در جای دیگر خداوند متعال به صورت جمعی تمام مؤمنان و مسلمانان را مورد خطاب قرار میدهد، میفرماید ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. در این آیت خداوند به صراحت میگوید که شما نباید مؤمنین، نباید شما مسلمانان، ای بندگان من، در هیچ حالت، در هر شرایطی که قرار دارید و دشمن اگرچه در مقابل شما قوی و پرقدرت و زور است، شما نباید در خود سستی نشان بدهید، نباید ضعف نشان بدهید، نباید غمگین شوید از این مشکلاتی که مصیبت هایی که بالای سر شما می آید، چون که راه مبارزه این است. امروزه می بینیم که چقدر مصیبت و مشکلات، چقدر سختی ها بالای مبارزین، بالای کسانی که تلاش میکنن عدالت، برابری، آزادی در جامعه پیاده شود، چقدر مشکلات بالای اینها است، بالای خانواده های اینها است که هر روز ما در شبکه اجتماعی این را مشاهده میکنیم. خداوند میگه در هر حالت قرار داره، در هر شرایطی قرار دارید، نباید در خود ضعف و سستی نشان بدهید، نباید غمگین شوید، چون این راه پیامبران است، راه صالحین است، راه صدیقین است، راه کسانی است که اونها را خداوند انتخاب میکنه در این راه. این شخصیت ها در این راه تصادفی نمی آیند. خداوند اینها را انتخاب میکند از بین این همه مردم تا که در این راه قدم بگذارند و برای برپا کردن عدالت، آزادی در جامعه و برای دستگیری مظلومان حرکت کنند و برنامه‌های خدایی را در زمین پیاده کنند، که عدالت یکی از اون برنامه هاست. شما هیچگاه سست نشوید، ضعیف نشوید، خوب غمگین نشوید، چون که شما حتما پیروز میشوید اگر مؤمن واقعی هستید. اگر مؤمن واقعی هستید، با اون هدف و با اون راه و روشی که در پیش گرفته هستید ایمان دارید، باوری دارید و برنامه درست در پیش گرفتید و بر اساس برنامه و چارچوب معین مشخصی درست حرکت میکنید و میخواهید که عدالت و آزادی در جامعه پیاده شود، میخواهید که حق مظلومان از ظالمین ستانیده شود، خداوند حتما شما را کمک خواهد کرد. برای این خاطر نباید هیچ یک نفری که در این راه قدم میگذارد، اگرچه این راه سختی های زیاد دارد، چون که در حدیث های زیاد دارن که پیامبر صلی الله علیه و آله از امت های قبلی روایت میکنن که چقدر سختی ها میدن در این راه ها، اما از این راه نمیگشتن. از خود پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب پیامبر هم روایت های هست، قصه های زیاد در این مورد هست که ان شاء الله در صحبت های آینده اطراف اینا صحبت خواهیم کرد. از این خاطر نباید بنده و شخصی مسلمان، شخصی مؤمن، اون هدف و راهی که در پیش میگیرد، خب نباید دل شکسته شود وقتی که در این راه مصیبت ها بالای، سختی ها بالای اون شخص می آید. حتما این سختی ها، این مصیبت ها برطرف شدنی هستند و خداوند این نمود اشخاص را کمک میکند. این مع العسر یسرا، حتما همراه سختی آسانی پشت اون هست. این دستورات خداوندی است در مورد اینکه نباید بنده مؤمن خب از زندگی دلسرد شود، از آینده خوب ناامید شود، چون که ناامید شدن از رحمت خداوند چگونه گفتیم از جمله گناهان کبیره است و بنده مؤمن شایسته نیست که این ناامیدی و این دلسردی را در خود جای بدهد. خب یکی دیگر از راه‌هایی که چنین حکومت ها و رژیم ها در پیش گرفتن و میخواهند با این واسطه
اراده مردم را بشکنند، با این واسطه امید مردم را، آرزوی مردم را به آینده نیک، به زندگی خوب خاموش کنند و اختیار اونها را از اونها سلب کنند، این است که همیشه تلاش میکند مردم را ترور معنوی کند. مردم و ملتی را که بالای اونها رهبری دارد همه وقت تلاش کوشش میکند که ترور معنوی در این بالای این مردم انجام بدهد. یکی از راه و وسیله های چنین رژیم های خودکامه و دیکتاتوری این است که تلاش میکند با واسطه رسانه هایی که در اختیار دارد، با واسطه قدرت و نیرویی که در اختیار دارد، همه وقت باطل را، اون خودکامگی، ظلم و ستمی که انجام میدهد، اون کار خود را برای مردم خوب جلوه و نمایش بگذارد که کار خوب انجام دادم و اون را بالای حق و عدالت غالب بگرداند. و انسان‌های مصلح و انسان‌های مبارز و انسان‌های حق تلاش و عدالت‌خواه را همیشه تلاش میکند با واسطه این ابزارهایی که در اختیار دارد، با واسطه این رسانه‌هایی که در اختیار دارد، کوشش و تلاش میکند همه وقت انسان‌های مصلح، مبارز و عدالت‌خواه، انسان‌های خوب را مجرم، جنایتکار، خوب، انسان‌های ناخوب برای مردم معرفی کند. این یکی از دیگر راه‌هایی هست که به این واسطه چنین رژیم‌ها، چنین خوب قدرت‌ها می‌خواهند که امید مردم را خاموش کنند و تمام اختیارات اونها را از اونها سلب کنند، که نمونه‌های زیادی از این مورد میتونیم که برای مثال بیاریم. از جمله این نمونه‌ها همین است که نوارهایی که امروزه از جانب این حکومت با زور، با فشار از خانواده‌ها گرفته می‌شود و در مقابل خویش و تبار آنها گذاشته می‌شود. آیا یگان کسی و هر نفری که وقتی این نوارها را می‌بیند و مشاهده می‌کند درک می‌کند که این چیزی ساخته است، کسی این را باور نمی‌کند مگر اون نفری که تماما عقل و خرد خود را از دست داده باشد. چون همگان می‌دانیم که شرایط امروزه تاجیکستان در کدام سطح است و خصوصا این نفرانی که خویش تبار اونها در خارج هستند و مبارز هستند در کدام شرایط قرار دارند. اینها از کجا چنین اینترنتی وافر پیدا میکنن در تاجیکستان که میدونیم مثلا اینترنت چقدر سخت است. اینترنت پیدا میکنن، این اسباب را پیدا میکنن و ثبت میکنن و در 10 دقیقه 20 دقیقه و در اختیار شبکه ها میگذارن. این را کی باور میکند؟ این حتما معلوم است که بالای این مردم چیکار میکنن. تمام این همه مردم را با این طریق میخوان ترور کنند، معنویات اونها را از بین برند. یا که مثلا دیگر قانون ها و قرارهایی که در امروزه در تاجیکستان قبول می شود، همه اینها هدف از همه چنین قانون ها این است که همین امیدی که مردم دارند اون را خاموش کنند و تمام اختیارات اونها را سلب کنند. وقتی انسان امیدش رو از دست میدهد، آرزویش رو از دست میدهد، خب از زندگی دل سر میشود، دیگر اون اراده ندارد، اراده خود رو از دست میدهد. وقتی که اراده خود رو از دست میدهد، اختیارش از او سلب میشود، تبدیل میشود به یک موجودی بدون اراده و بدون اختیار. یعنی از انسانیت او میرود پایان. اون انسانیت، اون شرافت و عزتی که خداوند برای یک انسان داده است، اون رو از دست میدهد. اون چیزی که انسان رو خلیفه سبب شده است که خداوند خلیفه در روی زمین تعیین کند و اون را مکلف قرار بده، همین اختیار داشتن انسان است که خداوند در قرآن می‌فرماید که ما این امانت را بر تمام کوه‌ها، زمین و بر همه عرض پیشنهاد کردیم، همه رو گرداندند بجز انسان. اون امانت چی است؟ همون اختیار داشتن انسان است. اما چنین حکومت ها، چنین رژیم ها همه وقت تلاش میکنند که اختیار انسان را از او سلب کنند. چگونه که امروز در تاجیکستان مشاهده میکنیم، حتی شهروند تاجیکستان اجازه ندارد که کسی را دوست بدارد و دوستداری خود را ظاهر کند که من فلانی را دوست میدارم. حتی اجازه ندارد برادر، پدر، خواهر خود را دوست بدارد. حتی اجازه ندارد با پدر و برادر خود صحبت کند. حتی اجازه ندارد با دوست خود در یک جا عکس بگیرد، عکس برداری کند. حتی اجازه ندارد زیر یک شعاری که برای او معقول است، زیر یک مقاله که برای او معقول است، خب لایک بگذارد. این همه نشانه این است که تمام اختیارات مردم ما دارد سلب می شود. یا که چند روز پیش در اخبار خواندیم قرار قبول کردن در کشور ما که شما حق ندارید دیگر بام‌های خانه‌های خود را شیفرپوش کنید، بلکه باید شیفرها را از بین برید و با تونوکه سبز و سرخ اونها را بالا پوشی کنید. ببینید تا چه حد مردم ما در کدام وضعیت قرار دارند
که تمام اختیارات اونها باید سلب شود. اونها باید به مثل یک موجود بی اراده و بی اختیار باشند و هر کاری که میخواهند اون رهبران و این حکومت دیکتاتوری انجام بدهد، کسی در مقابل اونها چیزی گفته نتواند. این از هدف و مقصد اونها از این همه خب قرارها، این همه قانونها و این همه فشارها بالای مردم که اختیاری مردم از اونها سلب شود و چیزی برای گفتن نداشته باشند. اما باید دانسته باشیم که این در طول تاریخ زیاد بودن چنین رژیم ها و با چنین مقصد ها و با چنین هدف ها این کارها را انجام دادن. اما خداوند میگوید در هر دور و زمان هستند نفرانی که در مقابل اینها می ایستند. اگر مردم خاموش نایستند و در مقابل اینها بیستند و تلاش کنند و با برنامه درست حرکت کنند، خداوند حتما اونها را کمک میکند. در تاریخ این چیز ثابت شده است. فرعون چقدر قدرت داشت، چقدر نیرو داشت، وقتی که حضرت موسی در مقابل اون ایستاد با حضرت هارون 2 نفر، حتی اصلا فرعون اونها را در هیچ حساب نمیکرد، جادوگر و چیزهای برای اونها لقب میداد و دستور اخراج اونها را از شهر برآورد. این در طول تاریخ این قصه‌ها زیاد هستند. اما خداوند میگوید وقتی که مردم اراده قوی داشته باشند، وقتی که مردم با برنامه درست در مقابل این ناعدالتی‌ها بیستند و بخواهند که عدالت در جامعه پیاده شود و دست مظلومین را بگیرند، حتما دعای مظلومین همراه اونهاست و خداوند حتما اونها را کمک می‌کند، اگرچه نفرهای اندک هم باشند. در آیه‌های زیاد خداوند به این چیز اشاره می‌کند. اگرچه نفر اندک هم باشن، کم هم باشن، اما اگر متحد با هم دنبال یک هدف با برنامه تلاش کنن، حرکت کنن، حتما خداوند اون جامعه را پیروز خواهد کرد، اون جامعه را به عدالت خواهد رساند و مظلومین را از دست چنین رژیم ها خلاص خواهد کرد. ان شاء الله در برنامه‌های آینده اگر فرصت داشته باشین در این مورد صحبت میکنیم. چون در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله دونیم وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه به خاطر برپا کردن عدالت در مقابل آن دیکتاتورها و رهبران و رئیسان ظالم اون وقت ایستاد، چقدر ظلم و ستم بالای اونها قرار گرفت. یکی از صحابگان پیامبر که مورد اذیت و آزار مشرکین قرار گرفته بود، به نزد پیامبر اومد شکایت کرد تا کجا این همه مصیبت و این همه سختی بالای ما؟ آیا نمی‌شود از خداوند بخواهی که این همه مصیبت و مشکلی را از ما دور کند؟ اما پیامبر در جواب چی گفت؟ در جواب گفت حتما نصرت خداوند می آید، اما شما دارید خب عجله میکنید، شما دارید شتاب میکنید. به خاطر نصرت خداوند آمدن، به خاطر که کمک خداوند آمدن، باید سر اول برنامه درست، یک برنامه موفق گیرید و در برای رسیدن به اون تلاش و کوشش کرد. چون که این را خداوند بر دوش ما گذاشته است، بر دوش بندگان گذاشته است تا اینکه در جامعه، در دنیا، در روی زمین عدالت را جاری کند. اگر اونها خود تلاش کردن، کوشش کردن، خداوند حتما کمک خود را برای اونها میفرستد. و در اینجا است که پیامبر صلی الله علیه و آله قسم یاد میکنه که قسم به خداوند، قسم میخورد به خداوند که خداوند حتما این راه را، که این دین را پیروز میگرداند تا اونجا که یک زن میتواند از حضرموت یا که از یمن پیاده تا مکه بیاید و از چیز ترس نداشته باشد. ما هم بر این وعده های خداوند باور داریم و وعده میدهیم برای این مردم مظلوم که خداوند حتما این نصرت و پیروزی را برای مردم تاجیک میآورد. این نیست که دیگر سالها و سالها مردم در این همه سختی گرفتار باشند. حتما نصرت خداوند همراه نفرانی است که در این راه صادق هستند، خب در این راه مبارزه میبرند، با برنامه درست حرکت میکنند. خداوند حتما پیروزی را برای این مردم خواهد آورد. در اینجا صحبت رو به آخر میرسونم و انشالله در صحبت‌های بعدی اطراف نمونه‌های از زندگانی پیامبران و زندگی پیامبر اسلام و کسانی که در این راه حرکت کردن و راه و روش درست مبارزه با چنین خب رژیم ها و نفرانی که میخوان امید مردم را خاموش کنن و آرزوهای مردم را از بین ببرن و اختیارات اونها را از اونها سلب کنن، ان شاء الله با هم صحبت‌های خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.